اگه تو هم میخوای یاد بگیری که این پژو پارس ELX رو به GTAV خودت اضافه بکنی و اون رو توی بازی خودت داشته باشی، در ادامه این ویدیو با من همراه باش. سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به کانال گیمر بکس. همونطوری که مطلع هستید در اینترو ویدیو هم گفته شد که امروز قراره بهتون آموزش بدم که چجوری یک پژو پارس ELX رو به بازی خودتون اضافه بکنید که خیلی ماشین خوبی هم هست نسبت به پژو پارس های دیگه‌ای که من امتحان کردم از لحاظ کیفیت و کلیت ماشین، که بی دردسر میتونید با چند ترفند ساده به بازیتون اضافه بکنید و لذت ببرید. در ادامه این ویدیو با من همراه باشید. خب دوستان، قبل از هر چیزی برای دسترسی به این ماشین و فایل این ماشین شما باید وارد کانال تلگرام ما بشید که لینکش رو توی دیسکریپشن قرار دادم. وارد کانال که شدید یک فایل قرار داده شده به اسم پارس ELX که اگر هم دیدید احیانا پست هایی بعد از این اومده و خب نتونستید این پست رو پیدا بکنید، کافی از این گزینه سرچ استفاده بکنید و هشتگ ELX یا پژو پارس یا هر چیزی مربوط به این ویدیو رو جستجو بکنید و فایل براتون پیدا میشه. نزدیک 40 مگابایت هم بیشتر حجم نداره، کافیه که دانلود بکنید و اون رو استخراج بکنید. مهم هم نیست کجا، فایلش هم رمز نداره، به راحتی میتونید استفاده بکنید. خب این فایل بازی ما هستش که محتویات اون یک DLC هست که بهتون میگم که باید باهاش چیکار بکنید. قبل از هر چیزی بهتون بگم که شما باید GTAV تون ماد باشه و اگر GTAV تون رو ماد نکردید من آموزشش رو قرار دادم، خیلی کوتاه و ساده است. میتونید برید آموزش ببینید و بازیتون رو ماد بکنید که به راحتی این ماشین و کلی ماشین های دیگه، کلی ماد های دیگه رو به بازیتون اضافه بکنید. مرحله اول اینه که استخراجش میکنید. مرحله دوم اینه که نرم افزار اوپن آیوی رو باز میکنید. اگر GTAV تون ماد باشه حتما به نرم افزار اوپن آیوی برای افزودن ماشین ها نیاز دارید که اگر ندارید کافیه همین اوپن آیوی رو توی گوگل سرچ کنید. اولین سایت بالا میاد که سایت رسمی همین برنامه هستش. حجم زیادی هم نداره، دانلود میکنید. همونجوری که میبینید GTA های دیگه رو هم ساپورت میکنه و حتی مکس پین یا ردد 2. خب نرم افزار اوپن آیوی رو که باز کردید کافی رو گزینه ویندوز بزنید. اینجا از شما میخواد که پوشه بازی رو بهش بدید که تشخیص بده که بازی شما کجاست و اصلا آیا ماد هستش یا نه. خب زمانی که شما فایل GTAV تون رو به برنامه اوپن آیوی معرفی کنید و با چنین متنی مواجه بشید، یعنی اینکه موفقیت آمیز هست و شما میتونید مادهای افزودنی رو روی فایل بازیتون پیاده بکنید. این گزینه موفقیت آمیزی که دیدید کافیه کانتینیو رو بزنید. کانتینیو رو که زدید با چنین صفحه‌ای مواجه میشید که صفحه اصلی نرم افزار اوپن آیوی هستش. خب شما چی کار میکنید برای اینکه فایل ماشینمون رو بهش اضافه بکنیم؟ اولین کاری که میکنید حالت ادیت مود رو روشن میکنید که بتونید فایل ها رو دستکاری بکنید. وارد پوشه مادز بشید و بعدش آپدیت و بعدش X64 و بعدش هم DLC پکس. به این صورت این فایلیه که ما ماشین هامون رو در اون قرار میدیم و کافیه که همون پارس ELX رو انتخاب کنید و درگ کنید و رها کنید. به این حالت، به همین سادگی. این از مرحله اول. ماشین تا اینجای کار به بازی ما اضافه شده، اما یه سری ریزکاری‌های دیگه داره که بتونید ماشین رو توی بازی اسپام بکنید و ازش استفاده بکنید. مرحله دوم، حالا وارد پوشه update.rpf بشید. بعدش هم پوشه کامنت، بعدش هم پوشه دیتا. اینجا یک نوتی هست به نام DLC list.xml. کافیه که شما این دفترچه رو استخراج بکنید و در یک گوشه یا حالا هر جایی انتقال بدید. به این صورت کپی میشه، فرقی هم نداره کجا میریزید. روش کلیک بکنید و بعدش کلیک راست اوپن ویت رو بزنید و نوتپد رو انتخاب بکنید. به این حالت میبینید یک سری کدها هستن برای ماشین های ما که بخوایم اضافه کنیم و اونجوری که میبینید من در گذشته کد همین ماشین رو اضافه کردم، ولی برای شما که میخواید از اول انجام بدید کافیه که یکی از همین متن‌ها رو کپی بکنید. اینجوری متن آخری رو شما انتخاب بکنید و یک اینتر بزنید که به خط پایینی برسید و حالا پیست بکنید.
چند تا اسپیس بزنید که در زیر بقیه متن‌ها قرار بگیره. به این صورت همه باید در یک ردیف باشن. و متنی که این وسط هست حالا برای من پارس ELX چسبیده هست، ولی اگه برای شما نیست حتما این رو وارد بکنید. یک پارس ELX چسبیده به همین حالت بنویسید. حالا من چون در گذشته این کار انجام دادم دیگه مجددا اضافهش نمی‌کنم. خب ببندید و سیو رو بزنید و گوشه رو همونجوری که بود برگردونید سر جاش. به این صورت حالت ادیت مود رو خاموش بکنید. حالا میریم با هم بازی رو باز بکنیم که تست بکنیم ببینیم ماشین چجوری است. در ادامه ویدیو با من همراه باشید. خب همونجوری که میبینید من الان روی کاراکتر مایکل هستم. هیچ فرقی هم نداره که روی چه کاراکتری شما هستید. کافیه که یک فضای باز ترجیحاً حالا قرار بدید کاراکترتون رو و بعدش F8 رو بزنید. دوبار بعد بزنید برای بار اول. و با چنین لیستی شما مواجه میشید. بخش Vehicle Options رو بزنید، گزینه سوم میشه. و بعدش هم گزینه دوم Vehicle Spawner و یک فلش رو به بالا بزنید با کیبوردتون که به ته لیست برسید. به این صورت یه متن هست به نام Input Model که حالا از بقیه متمایز، رنگش آبی، راحت میتونید پیداش بکنید. همین رو با اینتر انتخاب بکنید. اون متنی که اسم ماشین بود و اسم روی فایل ماشین بود در واقع رو همینجا بنویسید. پارس ELX چسبیده و بعدش اینتر بزنید. همونجوری که میبینید ماشین شما خیلی راحت اسپاون شد و یک ماشین کاملا عالی هستش بدون نقص نسبت به نسخه های پژو پارس ELX دیگه‌ای که من امتحان کردم. این بهترین نسخه بوده که تا حالا اضافه کردم به روی بازی و خیلی به واقعیت ماشین نزدیک هستش. حرف دیگه نمونه. اگر دوست داشتید که سرعت ماشینتون رو به صورت دلخواه هر چقدر که میخواید زیاد بکنید و بدون محدودیت باشه، حتی تا 1000 کیلومتر، یک ویدیو قرار داده شده توی کانال که لینکش در این بالا نمایش داده میشه. میتونید برید از طریق این ویدیو یاد بگیرید. خیلی ساده سرعت ماشینتون رو هر چقدر که میخواید زیاد بکنید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. زنگوله نوتیفیکیشن رو فعال بکنید که اگه ویدیو جدیدی گذاشتیم به شما دوستان اطلاع داده بشه. تا ویدیوی دیگه فعلا خدا نگهدار.